خب، سلام خدمتون هستیم با یک کارگاه و تحقیق خیلی کوتاه و کوچک در مورد نشانه ها و زخم های صورت در چارت نجومی. راستش من چند وقت پیش میخواستم برای شخصی چارتی رو رکتیفای کنم و به دلیلی که ایشون جای نشونه‌ای بر صورت و پیشونی خودشون داشتن باعث شد کمی تحقیق کنم در این مورد و حالا برآورد کوچکی از این تحقیقم رو خواستم با شما به اشتراک بذارم. حالا که به طور کل کانسپت این رو برای شما به صورت خیلی کوتاه توضیح دادم، میریم سراغ بخش‌های دیگه این تحقیق. اول اینکه متون کهن چه گفتن در این زمینه. یه سری از این متون مثل پالادیباکا گفتن اگر تاله یا سرور آن توسط سیاره گجسته به ویژه مریخ یا زحل آسیب دیده باشن و یا اگر راهو یا کیتو درگیر باشن ممکن است باعث زخم یا جراحت در ناحیه صورت بشن، یعنی مثل حضور کیوان حالا و یا مریخ در خونه اول. متون دیگه گفتن که این یعنی در مورد این شاکله گفتن که اگر سیارات گجسته در خانه دوم یا نگرش داشته باشه به لاگنا یا خانه دوم میتونه منجر به موارد زیر بشه مثل بریدگی ها، زخم ها، ناهنجاری های صورت، به ویژه اگر مریخ قوی و گجسته باشد نشانی از جراحت، خونریزی و اشیاء تیز است. خب ما تا الان یه چیز خیلی کانسپت کلی به دست آوردیم که حضور مریخ و سیارات گجسته دیگه، البته خصوصا مریخ چون مریخ کاراکای جراحت هستش، در خونه اول و دوم میتونه چنین پرداختی داشته باشه برای ما. خب برای اینکه حالا باز موضوع بازتر بشه میریم یه سری چارت با هم میبینیم. اولین چارت پرنس ویلیامز هستش. ایشون وقتی در 13 سالگی، یعنی 13 سال وقتی داشتن، در اثر ضربه یه چوب گلف روی پیشونیشون یه زخمی وجود میادش و اگر دقت کنیم بر اساس اون متون هم اگر دنبال کنیم ما خب یک کیتو رو داریم به عنوان یک گجسته در خونه اول، اما مهمتر از همه با توجه به چارت هایی که در آینده هم میبینیم حضور بهرامی هستش که در خونه 10 نگرش 4 داره به خونه اول، یعنی خونه صورت. خصوصا به نظر من پیشانی خیلی رو خونه اول بیشتر خوش نشون میده و به هر صورت این بهرام با یعنی اتصال به کیوان آسیب بیشتری هم دیده و یه نکته خیلی مهمی هستش. خب نکته دوم میریم چارت بعدی. چارت بازیگر معروف ساندرا بلاک هستش. ایشون میگن که یه جای زخم کوچیک کنار چشم چپش داره و در اصل یه حادثه در دوران کودکیش به وجود اومده که حالا تو دریاچه میفته و یه تکه سنگ برخورد میکنه به سرش. باز اگه دقت کنیم بهرام در خونه اول هست در کنار راهوی گجسته و البته خب راهوش در برج 3 اوضاعش اونقدر هم بد نیست، ولی خب به هر صورت بهرام در مدار راهو کیتو قرار گرفته در خونه اول و سرور خونه 6 حوادث هم هستش و ایشون در کنار چشم چپش چنین اتفاقی براش به وجود اومده، جای یک زخم. باز میریم یه چارت دیگه نگاه میکنیم، چارت بازیگر معروفی که به نام کوین لطیفا. ایشون یه جای زخم به طول 2 اینچ روی پیشونیش داره که نتیجه یه بازی تعقیب گریز در دوران کودکیش بوده و ایشون هیچ وقت پنهانش هم نکرده و این زخم هستش. حتی تو این عکسی که من گذاشتم هم اگر یکم دقت کنیم میبینیم رو پیشونیش هستش. باز میبینید بهرام در خونه اول قرار داره و خیلی جالبه که این بهرام در خونه اول خیلی در چارت خیلی زیادی من دیدم، حالا یک سری رو سلکت و کالکشن کردم براتون، ولی خب بسیار نشون میده خودش رو. چارت دیگه ای که در این زمینه میتونیم ببینیم چارلی پوت هستش. بعد و اینجا حالا یک مقدار داستان عوض میشه. ایشون فکر میکردن که حالا همه ابروهاشو میترشه، ولی بعد متوجه شدن که وقتی 2 سال داشت توسط یه سگ گاز گرفته شده پیشونیش و جای زخمش هنوز رو ابروش باقیه. خب ببینید بهرام در خونه 12 است، در خونه 2 نیستش، اما خونه 12 و 2 به چشم‌های حالا چپ و راست ما هم دلالت البته میکنه. پس ما باز میتونیم بگیم که خونه 12 هم تا حدودی میتونه این رو نشون بده و البته کیوان رو هم در خونه 2 داره.
خلاصه این چارت یه مقدار فرق داشتش و حالا نکته اساسی تر اینه که بعضی جیوتیشی اعتقاد دارن خونه 12 به زخم‌های پنهان اشاره میکنه، چون خونه 12 به حالا درست خونه 8 به اسرار پنهان دلالت میکنه، اما یه سری رموزی و خونه 12 هم داره و بعضی جیوتیشی ها میگن این زخم میتونه زخم پنهانی باشه و میدونی که حالا همونطور که گفتم خیلی فکر میکردن این خودش این کارو میکنه، اما نه، این سگی بوده که گازش گرفته بوده و این اتفاق براش افتاده بوده. چارت بعدی تام فلینگن هستش. تام فلینگن یک حمله با چاقو بهش شده وقتی حالا توی کلاب شبانه داشته موزیک پخش میکرده و حالا ضربه‌ای که میخوره و اون زخم رو صورتش باقی میمونه. اینجا هم دقت کنیم بهرام به خونه اول نگرش داره و دقیقاً مثل بسیاری از چارت‌های دیگه که الان بهتون نشون دادم این نگرش بهرام کار خودشو کرده و باز هم اگه دقت کنیم بهرام در مدار راهو کیتو قرار گرفته که براش واقعا مناسب نیستش و نکته مهمتر که بهرام در حبوط هستش که خیلی ضعفش رو بیشتر کرده. البته به یکی دو دلیل حبوطش از بین رفته ولی خب اثرش رو گذاشته. حال میریم یه چارت نهایی، البته فکر کنم آخرین چارتی که میخوام براتون صحبت کنم در موردش. این چارت یک بچه‌ای هست که الان 4 سالش هم اتفاقا هستش و هنگام بازی دچار آسیب دیدگی میشه از ناحیه پیشونی و مجبور به انجام بخیه در پیشونیش میشه و جای زخم اون هم بر پیشونی و صورتش باقی میمونه. باز بهرام داره به خونه اول نگاه میکنه و با این حال نگاه کنید توی خونه 6 هست و در بیت الکوکب خودش هست، پس زخمش رو باقی گذاشته. اما خب نکته اینجاست که زخم جدی نبوده و یا اتفاقهای خیلی بدتری براشون نیفتاده. پس من حتی میتونم بگم در بعضی اوقات که این بهرام حالا قدرت داره نسبتاً بهرام در خونه 6 این اتفاق افتاده، حتی به عنوان سرور تاله، ولی حالا اتفاق در اون حد بحرانی نبوده. و یه نکته دیگه هم باز بهتون بگم، اینکه حالا حتما قرار نیست زخم رو صورت باشه. من این شاکله رو خیلی خواستم رو خونه 1 تمرکز کنم و بعد یکم به خونه 2 12 البته بستش دادم. بیشتر اینجاست که بهرام قابلیت این رو داره که حوادثی برای ما اتفاق بیفته، حوادث غیر مترقبه، خصوصا وقتی به لگن نگاه کنه. امیدوارم این مطلب براتون خوب بوده باشه و ازش در جای دیگه هم بتونید استفاده کنید. فعلا